سلام. با تو نیستم خوش دیب افت تو گوشمه. خب چی میخوای؟ یه ماشین خارجی میخوام دیگه. چقدر خریزی؟ کشور دوست و همسایه باشه. خوش نمکی بیا ببینم. آقا قیمت همینه بجون تو اسمت چیه؟ امیره. بجون این امیر قیمت همینه. ماشین رنگ داره؟ آره دیگه مشکیه نمیبینی؟ شوخ طب. لاستیکش هم ایرانیه. ایرانی که خوب نی. ایرانی خیلی بهتر از خارجی. خارجی آدم نمیدونه چی قاطیشه، به خدا سر درد میاره. بیمه داره دیگه. نه دیگه بیمه نداره داداش. خب هزینه بیمه چی میشه؟ هزینه بیمه چیزی نیست. میری اسکی.com اونجا بیمه میکنی ماشین تو، قسطی دارن، پرداخت آنلاین، صدور آنی. اصلا برو با همه بیمه ها مقایسه کن. ارباب خودم همه جا رو دیده، اسکی بیمه رو به صرفه میده. حالا چرا حاجی فیروزی میخونی؟ نزدیکه عیدیم دیگه داداش، باید همه چی نوروزی باشه. به نظرم ماشین خوبه، مال خانم دکتر بوده. حتما باش فقط میرفته مطب میومده. حالا نمیدونم اینشو، ما دزدیدیمش. وکالتم رو خودته دیگه. بابا من دیرو ماشینو فروختم، وکالت با خودم بودونم. آره دیگه، خرید و فروش وکالت با خودته. چطوری میشه؟ اتوماته، انگشتش کنی روشن میشه. تعارف داره. طلع اینم طلع. گفتم این طلعه؟ آره گفتی. میگه گفتی. اینش تچه، اینم طلعه.